اولین فرصت را به استاد علیم شیرزمانوف میدهم تا که سخنرانی خود را در موضوع استقلالیت مخالفان و موافقان ارائه کنند. بفرمایید. تشکر زیاد برادر بابا جان. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، خب اکنون که عضو یک پیمان شده به خاطر جدیت در برآمدهایمان که از موضوع بیرون نبراییم یک برآمد آماده کردیم و با اجازت شما کم کم از نوشته خودمون استفاده میبریم. خب هموطنان عزیز، خیلی که همه شما شاهد بودید، بعضی شاهد بودیم، پرسالم در این روز در همین ورشاوه همایش استقلالیت رو برگزار کردیم و بنده در آن سخنرانی نمودم و گفته بودم که استقلالیتی که ما اعلام میکنیم ما در واقع استقلال نیستیم و حتی گفته بودم که من یگان کس رو تبریک نکردم و مرا هم تبریک نکنه و این محض همین یک اشتباه مردم ما بود، اشتباه آنهایی که اشتباه مخالفان همین رژیم امروزه بود که آنها رنگ من همین خیل برداشت کردن، یعنی استقلالیت رو با یک روز ما رنگ همین رژیم رفت میدیم، یعنی با یک روز استقلالیت در یک روز همچون یک انعام بالای ما از آسمان ریخت. لیکن بنده گفتنی هم که استقلال خواهی و استقلال یابی این یک روند است و شاید نسل های رو چند نسل رو در بر گیرد و میخواستم بعضی از تاریخ استقلالیت تأسیس یابی جمهوری تاجیکستان رو برای شما البته اکثر با خبرید، یعنی به خاطرتون بیارم. یکم چقدر که در خاطر داریم اون حدود که امروز تاجیکستان نام دارد سراول به حیث ریسپوبلیکای автономии سوویتی سوسیالیستی در هیئت ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی ازبکستان در سال 1924 تأسیس شد و به تدریج تا سال 1929 با وارد شدن یک واحد مختار دیگر به هیئت خود، یعنی ولایت مختار کوهستان بدخشان به هیئت این جمهوری، آن به جمهوری یعنی با ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان مبدل شد و ابتدای استقلال خواهی تاجیکان از همان روز شروع شد، چون که در همان وقت و ساعت هم تاجیکان بودن که برای دولت دور شدن تاجیکان مبارزه می بودن و متاسفانه تاجیکان بودن که ارزش دولت دور بودن رو به تاجیکان قائل نمی شدن. خود تاجیکان اگر همون وقتها وحدت واقعی ملی می بود شاید امروز مرزهای آسیای مرکزی دیگر خیلتر می بودن، لیکن بنده ادعای مرزی با یگان همسایه کشور رو نمی کنم، لیکن از وحدت و مهمیت وحدت باید بگویم که این روز هم در همان روزها قرار داریم که وحدت ملی، اگر وحدت واقعی ملی رو به دست نیاریم امروز هم استقلالیت دولتی تاجیکستان تحت سوال است، تمامیت ارضی و دیگر ارزش های عمومی ملی که ما داریم با چنین روندی که ما رفته ایستادیم تحت خطر جدی قرار دارد. حرکت ملی آزادی خواهی نوین خلق تاجیک از سال 1985 با اعلان بازسازی شروع شد. در این دور
اصلاحات خواهان تاجیک در انتخابات نسبتاً آزاد، اولین انتخابات نسبتاً آزاد شوروی شرکت کردند و توانستند از جمله نامزد بعدی امین اصلاحات خواهان تاجیک به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دولت خدانظر بر مقابل نامزد حزب کمونیست پیروز شد. در جمهوری هم با پارلمان جمهوری هم که بعضی زیایان در مقابل نامزدهای حزب حاکم کمونیست انتخاب به پارلمان تاجیک شده بودند. یعنی این علکه ابتدای استقلال خواهی تاجیکان از همینجا شروع شد. در اینجا در همین سالها حرکت مردمی رستاخیز، حرکت های منطقوی لعل بدخشان، زرافشان و دیگر حرکت های مردمی از خود درک دادند. حزب دموکراتی تاجیکستان تأسیس شد، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب نهضت اتحاد شوروی در همین وقت شروع به عمل کرد. یعنی حرکت اصلاحات خواهان تاجیک با تمام قدرت برای در ابتدا حتی اکثریت اصلاحات خواهان هم برای استقلالیت مبارزه نمی بردن، ولی چون اصلاحات خواه هستند و چون برای اصلاحات مبارزه می برند در یک مدت معین درک می کنند که به استقلالیت اصلاحات های ضروری به دست نمیان و در ابتدا از طرف KGB سابق شوروی در سال 90 یک دسیسه در مقابل ملت تاجیک شد که واقعه بهمنما شدند. در اینجا علکه حرکت های مردمی که پیش از این از خود درک دادند توانستند در کوتاه‌ترین فرصت این تظاهرات را مدیریت کنند. یعنی اولین امتحان اصلاحات خواهان تاجیک را در ماه فوریه گرفتند و توانستند که به بدبختی زیادتری را از سر مردم دور کنند. در این مورد ارتش شوروی که از خاک افغانستان بیرون رانده شده بود به تاجیکستان وارد شد و تا به همین روز در تاجیکستان مستقر است. خب ثانی این نیروهای اصلاحات خواه به خاطر قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان که آن نیز یک قدم به سوی استقلال بود قبول کرده شد و آخراً ما همین اعلامیه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سال 1991 اعلان کرده شد. آن شورای عالی که بعداً باعث بدبختی تمام ملت تاجیک شد، شورایی که انتخاب شد در روز انتخاب شدن این شورای عالی وکالت بجز نامگذاری دیه و قشلاق و کوچه ها یگان وکالت نداشت و تمام حاکمیت در دست حزب حاکم کمونیست بود. و یکی از اشتباه های اصلاحات خواهان تاجیک هم در این بود که این پارلمان را نه انتخاب کننده جدی گرفت و نه اصلاحات خواهان تاجیک آن را جدی گرفتند و هیچ کس انتظار نداشت که بعد چند تمام قسمت دولت و ملت در دست توده که اونها را با سابقه کمونیستی از حساب فعالان خواجگی خلق پیشبری و انتخاب میکردند، یعنی مردمی که فرسخها
از سیاست دور بود و اونهایی که کمی هم باشد در سیاست داخل بودند، یک واژه برای آنها خیلی نگران کننده و خیلی از آن ناراحت می شدند که این واژه استقلال بود. که وقتی که در سیسیه ها رئیس پارلمان میکروفون ششم می گفت، همه وکیلا خیلی ناراحت می شدند، چون از این میکروفون نفر با شیوه خیلی جالبه که نه این شیوه برای توده بلد بود و نه این نفر با اون نه این نفر رو چشم دیدن داشتن، طوره به دو جبار برآمد میکرد و با تمام بدبینیشون بعد چند همین مجلس مجبور میشد که همون چیزی که این بزرگ ملت میگفت آواز میدادند و قبول میکردند. و چون پارلمان که از سیاست بوی نبرده بود، اما چند زیراهی روشنفکری که در این پارلمان بودند دیگر بجز یک واسطه، یعنی واسطه تظاهرات، دیگر علاج نداشتند و با تظاهرات قانون زبان قبول شد، اعلامیه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قبول شد و به تدریج مرکز تصمیم از پارلمان، از حزب کمونیست به پارلمان و از پارلمان به میدان گذشت و من بعد تصمیم ها در اساس طلبات میدان قبول می شدند. حکومت مراسای ملی آخرا تشکیل شد و همون پارلمانی که تاجیکستان را به این حالت آورده رساند، دو پرزیدنت و 4 رئیس شورای عالی را در طول 1.5 سال عوض کرده بود. اخیراً در خوجند در 16 عموماً تبادلات نظامی را در تاجیکستان قانونی گرداندند. این روز بار اول است که بنده از این منبر بلند شهروندان جمهوری تاجیکستان و شخصا خودم را به روز استقلالیت تبریک میکنم، چون که ما نباید اجازت دهیم که این مقدساتی که به آن توده‌ای که با سلاح بر ضد این استقلالیت رزمیدند به آن توده در ربط گیرد، چون این استقلالیت اصلا به آن ربط نداشت و او حق غصب این مفهوم مقدس رو ندارد و ما باید در برابر مفهوم استقلالیت، مفهوم وحدت و دیگر مفاهیم ملی تاجیکستان در کوتاه‌ترین فرصت همه این رو باز پس گرفته به خلق برگردانیم. امروز دیگر فرصت ما نداریم، دیگر جنایت است اجازت دادن که همین وطن فروشی ادامه یابد. برای همین بار دیگر دوستان عزیز، شهروندان جمهوری تاجیکستان چی در اینجا شرکت میکنند و چی در تمام دنیا، بر روز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه شما رو و شخصا خودم رو بار اول تبریک میکنم. تشکر.